سلام به همگی. امیدوارم حال همتون عالی باشه. توی جلسه قبلی راجع به پیدا کردن مقاومت‌ها و حمایت‌ها و روش‌های پیدا کردنش کامل بهتون توضیح دادم و بهتون گفتم که این مقاومت و حمایت‌ها خیلی وقتا کار میکنن و قیمت رو برمیگردونه، بعضی وقتا هم کار نمیکنن. توی این جلسه میخوایم یاد بگیریم که کی میتونیم بفهمیم تقریبا اون مقاومت حمایت قرار کار بکنه و کی احتمال کار کردنش کمه. پس بریم. ای پلنت، سرمایه گذاری آگاهانه، معامله‌گری آسان. خب ما میدونیم که هیچ وقت قیمت به صورت مستقیم و خطی نه بالا میره نه پایین میاد، همیشه به صورت زیگزاگ بالا و پایین میره. یعنی اینکه یه مقدار رشد میکنه، یه مقدار میریزه، یه مقدار رشد میکنه، یه مقدار میریزه و ادامه میده. بعضی وقتا هم روند کلا عوض میشه و برمیگرده میاد پایین. حالا ما از این نوع بالا و پایین رفتنهای قیمت میتونیم متوجه این بشیم که قدرت روند مثل سابقش هست یا نیست، داره پرزور میره بالا یا شلشل داره خودشو میکشونه. خب برای پیدا کردن این قدرت یا ضعف ما 3 تا چیز داریم که میتونیم از این 3 طریق، از این 3 تا سیگنال متوجه این بشیم که قیمت احتمالاً دیگه داره زورش کم میشه. اولین چیز میزان پروجکشن قیمتیه. یعنی چی؟ بریم رو چارت بهتون بگم. الان اینجا رو ببینید. اکثر روندها با شکل و شمایلی مثل این حرکت میکنن رو به بالا. راجع به روندم بهتون توضیح دادم و شرط روند رو بهتون گفتم. قله از قله قبلی بالاتر، دره هم از دره قبلی بالاتر. دوباره اینجا قله از قله قبلی بالاتر، دره از دره قبلی بالاتر. حالا پروجکشن دقیقاً چیه؟ فاصله این قله تا این قله. این فاصله میشه پروجکشن این فاصله میشه پروجکشن این. حالا این فاصله یعنی این قله تا این قله میشه پروجکشن این. حالا چی میتونیم از این بفهمیم؟ اگر یه زمانی دیدین توی یک روند پروجکشن ها هی دارن کوچکتر میشن، یعنی روند دیگه خودشو داره سینه خیز میاره بالا. خریدارها دیگه زورشون نمیرسه به فروشنده ها، داره هی زورشون کمتر میشه. چون سری اول اینجوری پرت میکردن قیمت رو بالا، این سری بعدی دیگه کمتر میفرستن، دوباره کمتر میفرستن. این یکی از سیگنال هایی هستش که نشون دهنده ضعف در رونده. بریم روی چارت بهتون نشون بدم. الان مثلا اینجا رو ببینید، روی این چارت یک روند رو به بالا اومده و بعد یک اصلاح، دوباره روند رو به بالا اصلاح، روند رو به بالا اصلاح و بعد روند بالا و بعد دیگه ریزش داشتیم تقریبا، یا یک اصلاح عمیق داشتیم. چجوری میتونیم متوجه بشیم که این داره زورش کم میشه یا زیاد؟ بریم پروجکشن هایی که راجعش صحبت کردیم رو پیدا کنیم روش. خیلی راحت. این قله تا این قله چقدر فاصله داره؟ حدوداً 200 پیپ. خب این یکی هم حدوداً همونه. خب تقریبا همونه. حالا این یکی رو به نگاه کنی، یهو 20 پیپ، 27 پیپ. یعنی پروجکشنی که باید ایجاد میکرده یهو خیلی کوچیک شده. و این پروجکشن کوچیک نشون دهنده اینه که دیگه زوری واسه بالا رفتن نداره. خب حالا بعدا اینم متوجه میشه تو اشکال هندسی که خود این یک در واقع داره 2 قله ایجاد میکنه و خود 2 قله هم یکی از مناطقیه که یکی از در واقع سیگنال هایی که احتمال ریزش رو زیاد میکنه. یعنی ما پروجکشن ها رو میبینیم که کم داره میشه، 2 قله رو میبینیم که باز داره کم میشه. این شکل و شمایل رو که میبینیم نشون دهنده اینه که ضعفه. حالا توی پرایس اکشن چی میگن؟ میگن اگر یه همچین اتفاقی افتاد
و شما نزدیک یک منطقه مقاومت حمایتی توی تایم فریم بالاتر بودید، میتونید اینجا وارد معامله فروش بشید. ولی اصلا اینجا تو تایم فریم بالاتر اگر بریم ببینید هیچ منطقه مقاومت حمایتی در کار نیست. پس اینجا اگه می‌خواستی فقط با پرایس اکشن کار کنی، کاری از دستت بر نمیومد. اما حالا بعداً ما بهتون یاد میدیم که با MTS شما وسط چارت بدون اینکه مقاومت حمایتی هم در کار باشه و ببینید و اینا، میتونید اینجا سیگنال ورود بگیرید. سیگنال ورودش هم کجا صادر میشه؟ الان بهتون نشون بدم مثلا که ببینید. حالا چه جوری میتونستیم اینجا وارد شیم؟ البته راجعش درس داریم بعداً متوجه میشین. اینجا الان زوم میکنم روش، انتهای اینجا این کندل های ضعیف رو که میدیدیم، ضعیف شده رو که میدیدیم، خب با یک کندل شارپ، البته میایم تو تایم فریم پایینتر، یک کندل شارپ حدوداً اینجاها بهمون ورود میداد و ما میتونستیم حد ضررمون رو بذاریم اینجا، یعنی 100 پیپ بالاتر بذاریم و یه گین حدود 250% بگیریم، 250 پیپی بگیریم، یعنی حدوداً 2.5 برابر، که توی فشار اولیه، یعنی توی همون ریزش اولیه، ما 1:1 اون رو اینجا میتونستیم بگیریم. توی همون ریزش اولیه میتونستیم 1:1 رو بگیریم. خیلی هم راحت. پس این اولین چیزیه که به ما نشون میده، یعنی پروجکشن ها اولین چیزهایی هستن که به ما نشون میده روند داره ضعیف میشه. دومین چیزی که بهمون نشون میده روند داره ضعیف میشه چیه؟ اصطلاحاً بهش میگن دپت یا عمق. هر وقت که ببینیم یک روند که داره رو به بالا میاد، عمق اصلاحش یعنی این اندازه نسبت به قبلیه داره بیشتر میشود، یعنی روند احتمالاً زورش داره ضعیف میشه. این عمق. اگر میبینی داره این عمق بیشتر میشه، روند داره زورش ضعیف میشه. مثلا اینجا شما داری این عمق رو در نظر میگیری، نسبت به قبلیش میتونی در نظر بگیری، این یه روششه. یه روش هم دیگه هست دقیقاً از همینجا اندازه بگیری، از این قله تا اینجا. خیلی‌ها میان با فیبوناچی، با ابزار فیبوناچی میزان اصلاح رو در نظر میگیرن. این هم میشه، یعنی با فیبوناچی ببینی این چند درصد اصلاح کرده، این چند درصد اصلاح کرده و داره درصد اصلاح ها بیشتر میشه. اما درستش اینه که از همین بالا اندازه‌شو بگیری تا این پایین. یعنی چی؟ بریم دوباره رو چارتمون. الان همینجا رو ببینید، همین تیکه که اینجا داریم رو ببینیم. میزان عمق ما روی این هست 160 پیپ، روی این هست 130 پیپ، روی این هم هست 130 پیپ دوباره. یعنی عمق اینجا مخصوصاً نسبت به قبلی خیلی کم شده و باز هم عمق اینجا کمتر شده. کجا عمق خیلی زیاد کم شده و تو روندهای بلند مدت تر میتونه به ما سیگنال ریزش بده؟ این عمق. چون این رو میبینید هنوز از قله قبلی بالاتر. رو زوم کنم، این قله رو ببینید، از قله قبلی هنوز بالاتره. این قله هنوز از قله قبلیمون بالاتره. پس تا اینجا حتی روند برقراره. ما یک بار میتونستیم اینجا ریزش رو پیش بینی بکنیم و تا این بخش رو سود بگیریم. حالا برای کسایی که تو تایم فریم های بلند مدت تر میخوان معامله انجام بدن، این عمق رو ببینید. 330 پیپ. دوباره هم برگشته بالاها، ولی اول از همه که شرط روند رو از بین برده، چون دره از دره قبلی بالاتر دیگه نیست. هرچند که اینجا فیل تو ریچ نداریم و این قله از قله قبلی بالاتره، اما این عمق دوباره به همون نشون میده که عمر روند نسبت به گذشتهش کمتره. پس باز اگر قیمت تا این بالا اومد، ما میتونستیم یک معامله فروش بگیریم اینجا توی این بخش، چون میدونستی با این میزان از اصلاحی که انجام داده دوباره اگر قیمت برگرده اینجا نمیتونه این منطقه رو رد کنه و ما فقط کافی بود منتظر یک سیگنال ورود باشیم. دقیقاً همین دوتایی که بهتون گفتم توی روند ریزشی هم همین جوری صدق میکنه. یعنی توی روندهای نزولی هم شما میتونی از میزان پروجکشن ها و میزان عمق متوجه این بشین که قیمت داره با شتاب بالا، با قدرت بالا داره میریزه یا داره هی زورش توی ریزش کمتر میشه. همون اتفاق میفته. و اما آیتم سوم چیزی هستش که ما بهش میگیم مومنتوم، شتاب حرکت.
تا اینجای ویدیو رو دیدین؟ چطور بود؟ اگر واسهتون جذاب بود خوشحال میشم اگر لایک کنید، ساب کنید و نظرتون رو میذارید واسم کامنت کنید. اون زنگوله هم فشار بدین که اگر ویدیو جدید گذاشتیم سریع بهتون اطلاع بده. در ضمن اگر میخواین توی قرعه کشی هر ماه ما شرکت بکنید 2 تا کار باید انجام بدید. 1 این ویدیو رو لایک کنید. 2 تا کامنت واسمون بذارید. تو کامنت اول بنویسین تحلیل تکنیکال، تو کامنت دوم بنویسین آموزش فارکس. همین. ما هر ماه بین تمام کسانی که زیر ویدیوهامون کامنت میذارن قرعه کشی میکنیم و به 5 نفر هر کدوم $200 پرداخت میکنیم که این جایزه رو هم اسپانسرمون یعنی بروکر ای پلنت به شما پرداخت میکنه. در ضمن این ویدیو رو هر وقت که ببینید میتونید توی این قرعه کشی شرکت کنید. مهم نیست این ویدیو کی آپلود شده باشه و یا شما کی میبینیدش. ما هر ماه بین کامنت های همون ماه قرعه کشی میکنیم. پس هر موقع دیدیش میتونید توی این قرعه کشی شرکت بکنید. بریم بقیه ویدیو رو ببینیم. چیزی هستش که ما بهش میگیم مومنتوم، شتاب حرکت. چیزی که از شکل و شمایل تشکیل شدن این موجها ما میتونیم متوجه بشیم که داره با شتاب با سرعت یک منطقه‌ای و وارد یک منطقه‌ای میشه در واقع، یا شتاب و قدرتش کمه. ببینید فرض کنید که ما مقاومت حمایتامون یه سدن، یه دیوارن. اگر یه ماشین با سرعت 20 کیلومتر بزنه بهش احتمالاً وای میسته. ولی اگر که با سرعت 200 تا بزنه بهش احتمالاتش رد میشه. درست ماشین نابود میشه، اتفاقا بعد از شکست ها هم سرعت نابود میشه و بعدش میشکنه و برمیگرده پولبک میزنه که راجع به شکست ها و اینا صحبت میکنیم. همین اتفاق میفته، اما مهم اینه که میشکنتش. ماشین با سرعت 200 تا بزنه به یه دیوار از اون ورش در میاد. بله مچاله در میاد ولی در میاد. ما به این میگیم مومنتوم. مومنتوم شیب و زاویه حرکته. یعنی چی؟ بازم بریم بهتون نشون بدم. الان اینجا رو ببینید. توی یک روند صعودی، یعنی روند داره رو به بالا حرکت میکنه. اگر شکل و شمایل حرکتی موج‌ها اینجوری بود، یعنی مومنتوم داره زیاد میشه. چرا؟ اگر من اینجا بخوام یه خط بکشم زاویه خطم اینجوری میشه، یعنی شیبش اینجوریه. یه ذره میام بالاتر دوباره خط بکشم شیبم اینجوریه، بیام این بالا بکشم شیبم اینجوریه. یعنی ماشین داره هی شتاب میگیره به سمت دیواره. سرعت روند ما داره هی شتاب میگیره. هر چقدر داره نزدیک میشه به اون منطقه ما داره با شتاب بالا نزدیک میشه بهش، پس احتمالاً میشکنتش. حالا اینجا رو ببینید. اگر اینجوری حرکت کنه شتاب زیاده، بعد هی کم میشه، هی کمتر میشه. اینجوری داره میره. این یعنی نزدیک دیوار که شده یه جوری ترمز میزنه، این ماشین از دیوار رد بشو نیست. خب پس اگر به یک دیواری برخورد بکنه احتمال ریزشش بیشتره. یعنی چی؟ باز بریم سراغ چارت. الان همینجا رو نگاه کنید. من الان اگر بخوام روند اینجا رو واسهتون بکشم، این بذار اینجوری بکشم واسهتون، فکر کنم بهتر بشه. این اولش داره اینجوری رشد میکنه، درسته؟ اما این آخرش رو از اینجا به بعد رو بیایم ببینیم. از اینجا به بعد رو شکل و شمایل حرکتی اینجوری داره میشه. تا اینجا شتاب اوکی بود، خوبه، ولی از اینجا به بعد اصلا شکل و شمایل حرکتی داره اینجوری میشه. این یعنی اینکه داره سرعت حرکت کم میشه، یعنی بازار داره مومنتوم کم میکنه. یک سری اندیکاتور هم واسه پیدا کردن مومنتوم هست که من خیلی بهشون اعتقادی ندارم، خیلی هم خوب کار نمیکنن حداقل به نظر من، و منم ازشون استفاده نمیکنم واقعش رو بخوای. ولی یک سری اندیکاتورهای مومنتومی هم هست که میگم به نظر من خیلی چیزای جالب و به درد بخوری نیستن. همین شکل رو شما یاد بگیرید. هر موقع یه چارت دارین میبینید نگاه کنید ببینید شیب داره چه جوری حرکت میکنه و آخراش چه جوری داره میشه. الان اینجا رو دوباره ببینید، رو به بالا داره حرکت میکنه. حالا این قسمت آخرش رو ببینید.
قرار نیست از اولش هم اینجوری شل و ول بیاد بالا که، وگرنه اصلا به این بالاها نمیرسید. حالا دوباره همینجا میبینی عمق داره زیاد میشه، پروجکشن هم داره کم میشه. این پروجکشن رو اینجا رو نگاه کنید، الان اینجا این پروجکشن تا اینجا هست 160 و 170 تا، اینجا که اصلا فکر نمی‌کنم 20 تا هم بشه 20 تا. حالا اینجا رو ببینید 600 تا، یعنی پروجکشن هم داره کم میشه. حالا عمق رو ببینید 195 تا 248 تا 280 تا، یعنی هی عمق داره زیاد میشه، پروجکشن داره کم میشه، مومنتوم هم که داره کم میکنه. همه این ستایی که بهتون گفتم پرایس اکشنیه، همشون پرایس اکشنیه. بعدن ما با MTS همه اینا رو ترکیب میکنیم بدون اینکه مقاومت حمایتی هم سر راهمون باشه تو تایم فریم بالاتر. اینجا به اون سیگنال ورود میداده، خیلی هم سیگنال قوی میداده. همون قبلیه که بهتون نشون دادم. دوباره چرا؟ چون اینجا داشتیم به نام واگرایی، 2 تا کندل ضعیف میدیدیم، اینجا یه ورود داشت، خیلی هم این معامله خوب بود. 65 پیپ حد ضرر توی دامپ اولیه، توی ریزش اولیه 1 به 2 رو بهمون میداد. اگر تریل استاپ میکردیم، همین رو بهتون یاد میدم، اگر تریل استاپ میکردیم 1 به 4 هم بهمون میداد، بدون اینکه مقاومت حمایتی سر راهمون باشه. این جزء چیزای خوب ترکیب کردن. خب حالا در مورد روند نزولی هم باز همین جوریه. یعنی روند نزولی اگر میخواد پرقدرت باشه باید این شکلی باشه شکلش. وقتی که میبینید ضعیفه اینجوری میشه، داره کم کم انگار داره یکی میزنه زیر قابلمه بلندش کنه. این چی میگم؟ این ستا رو در نظر داشته باشین. مقاومت حمایت ها رو میدونید قبلش، میدونید که چجوری پیوت های ماژور و مینور رو پیدا کنید، مقاومت حمایت ها رو بکشید. حالا قبل از این که به مقاومت حمایت برسه شما باید بتونید آنالیز بکنید که احتمالاً این مقاومت حمایت میشکنه یا نمیشکنه. فعلا داریم راجع به مقاومت حمایت حرف میزنیم، بعداً با واگرایی ها و اینا که بهتون یاد میدم همین تکنیک های پرایس اکشنی رو با اونا قاطی میکنیم، بدون مقاومت حمایت هم کارت راه میفته. خب اما فعلا قبل از اینکه به اونجا برسه میتونی بفهمی که این مقاومت یا حمایت کار میکنه یا قراره بشکنه. توی جلسه بعدی بهتون میگم حالا اگر هر موقع قیمت خورد به این مقاومت یا حمایت یا ردش کرد آیا شکسته شده یا نه. یکی از بزرگترین ارورهای معاملاتی اونجاست که خیلی وقتا خیلی‌ها فکر میکنن یک مقاومت یا حمایت شکسته شده، میرن اونجا معامله بکنن به فنا میرن. اینو هم هفته بعد تو جلسه بعد کامل بهتون توضیح میدم. و بعد با ترکیب کردن همه اینا با هم دیگه میتونید به راحتی از این بازار پول در بیارید، به شرط اینکه درست تمرین بکنید. تمرین خواهشاً فراموش نشه. همه این مناطق رو پیدا کنید، مومنتوم رو، دپت رو، عمق رو، در واقع پروجکشن رو، همه اینا روش کار بکنید. انقدر باید چارت رو ببینید که یه نگاه به چارت میندازین بگین این داره کم میکنه، این داره زیاد میشه، این داره زورش کم میشه، این زورش داره زیاد میشه. اینو باید دیگه با یه نگاه کردن ببینید. بعداً توی تحلیل بازار وقتی میخواین سیستم ها رو پیاده کنید خیلی به کارتون میاد. پس تمرین فراموش نشود. امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید بوده باشه. هر جای دنیا که هستید روز و شبتون خوش، سودتون بالا.